بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با توجه به فرارسیدن زمان پرداخت صدقه فطر لازم می‌دانم که چند نکته و مسئله را در این مورد با شما دوستان و عزیزان در میان بگذارم. صدقه فطر همان گونه که از اسمش هم مشخص هست با فرارسیدن عید فطر بر انسان واجب می شود. یعنی به شکرانه این که ما توانستیم ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم و ماه رمضان به پایان رسیده و اکنون به اصطلاح عید فرا رسیده، این صدقه بر انسان واجب می شود و حکمت‌های متعددی دارد. من جمله این که بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در سنن ابو داود که رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه فطر را تعیین کردند به عنوان طهرة للصائم من اللغو و الرفث. یک نوع پاکی هست، یک نوع کفاری هست برای لغو و بیهودگی هایی که در این ماه و در هنگام روزه شاید ما انجام داده باشیم و همچنین طعمة للمساکین، یک نوع همدردی و مساعدتی هست با فقرا و مساکین و شکرانه دریافتن ماه مبارک رمضان و توفیق عبادت و روزه در این ماه مبارک رمضان هست و شکرانه جان هست در واقع این صدقه فطر. این خاطر میبینیم که از دیدگاه ائمه اسلام و مجتهدین مبلغ صدقه فطر هیچ تفاوتی نداره که فرد ثروتمند باشه یا فقیر باشه، ثروتش خیلی زیاد باشه یا ثروتش کم باشه، هیچ گونه تفاوتی نیست، برای همه یکسان تعیین شده، زیرا که ارتباطی با مال ندارد، فقط یک نوع شکرانه برای صحت و سلامتی و دریافتن ماه مبارک رمضان هست و یک نوع کفاری برای لغوی هست که در این ماه صورت گرفته. و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر و این تعبیر فرض را حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم دارند که فرمودند فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر طهرة للصائم و از این تعبیر فهمیده می شود که صدقه فطر یا زکات فطر جز واجبات شرعی هست و حکمش از نظر شرعی واجب هست که انسان باید این رو پرداخت بکند. منتها چه چیزی بر انسان واجب هست که ما در واقع پرداخت بکنیم؟ همان گونه که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر که در صحیحین هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر رو تعیین کردند صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض کردند، واجب گردانیدند، تعیین کردند زکات فطر و صدقه فطر را یک صاع از خرما یا یک صاع از گندم به صورت مساوی هم بر عبد و هم بر آزاد و هم بر برده و هم بر مرد و هم بر زن و کوچک و بزرگ همه رسول الله صلی الله علیه و سلم این صدقه فطر را در واقع تعیین کردند و حکمش هم عرض کردم که یکی از واجبات شرعی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که حتما قبل از نماز عید این را پرداخت بکنیم و به دست فقرا و مساکین و مستحقینش در واقع برسانیم. الان آیا صدقه فطر بر تمام افراد بدون در نظر داشت وضعیت اقتصادیشون واجب هست یا واجب نیست؟ واقعیت این است که جمهور علما و ائمه اهل سنت و الجماعت در این زمینه یک سقفی رو در نظر گرفتند. این گونه نیست که بر کسی که فقیر و مستمند مطلق محض باشد که هیچ چیزی به قول معروف آیی در بساط نداشته باشد، بر چنین فردی صدقه فطر لازم نیست، بلکه این لازم هست بر کسی که در شب عید، یعنی در آخرین روز ماه مبارک رمضان، در غروب ماه مبارک رمضان هزینه زندگی و خرج شب و روز خودش رو داشته باشد، یعنی هزینه زندگی یک شب عید و فردا روز عید رو داشته باشد اضافه بر مقدار صدقه فطری که میدهد.
اضافه بر این اگر کسی این توانایی رو داشته باشد از دیدگاه جمهور علما بر اون صدقه فطر لازم هست. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این رو تنها بر کسانی که دارای نصاب هستند، یعنی از نظر دیدگاه فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غنی شمرده میشوند. تعریف غنی کسی هست که بر اون زکات واجب هست، یک نصابی دارد از انواع نصابهایی که در باب زکات تعیین شده و تعریف شده. اگر کسی به اندازه نصاب پول داشته باشد و زکات بر اون واجب باشد، از دیدگاه فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بر اون صدقه فطر واجب هست، در خیلی صورت واجب نیست. اما دیدگاه جمهور علما این هست که هر کسی که در شب و روز عید هزینه زندگی خودش را و خرج خونه خودش را داشته باشد و اضافه بر آن مبلغی داشته باشد که بتواند صدقه فطر بدهد، بر چنین فرضی صدقه فطر در واقع واجب است. الان چه مقدار ما باید به عنوان صدقه فطر بدهیم؟ هر فردی در مقابل هر فرد یا هر شخصی از افراد خانواده چه مقدار ما باید تعیین بکنیم؟ همون گونه که در روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ذکر شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم این را 1 صاع مشخص کردند. فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر صاعا. در روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم است که 1 صاع هم یک پیمانه بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که با توجه به مقدار کنونیش، مثلا با وزن از 2 کیلو گرفته تا 3 کیلو نهایتش. برخی از علما گفتن 2 کیلو 100 گرم، بعضی گفتن 2 کیلو 400 گرم، 700 گرم، منتها از 2 کیلو کمتر نیست و از 3 کیلو در واقع بیشتر نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم این مقدار رو تعیین کردند، یعنی در مقابل هر فردی از افراد خانواده ما باید به مقدار حدود 1 صاع که حدود تقریبا 2.5 کیلو شما بگیرید، یه مقداری هم کمتر باشه، یا اگر خواستی بیشتر بدید به خاطر این که در واقع دغدغه‌ای نداشته باشید و به اصطلاح جانب فقرا را بیشتر بر خودتون ترجیح بدهید، باز هم اشکالی نداره. اما چیزی که در شریعت اسلامی ثابت شده 1 صاع هست. 1 صاع از 2 کیلو بیشتر هست، 2 کیلو 100 گرم یا 200 گرم یا 2 کیلو نیم تا 3 کیلوگرم و 3 کیلوگرم هم بیشتر در واقع نیست. این موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کرده، صاعا من تمر او صاعا من شعیر. 1 صاع یعنی معادل 2.5 کیلوگرم به اصطلاح از خرما باشه یا اینکه به اصطلاح جو باشه. این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که قوت مردم، تغذیه مردم بیشتر از خرما و نان جو بود، بیشتر به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد را تعیین کردن. نظر جمهور علما بر همین است که مقدار صدقه فطر 1 صاع کامل هست از انواع خوراکی هایی که وجود داره. تفاوتی نداره که شما گندم بدهید یا برنج بدهید یا اینکه به اصطلاح خرما باشه یا جو باشه یا موارد دیگری که به اصطلاح جزء قوت شما در واقع هستند، جزء خوراکی هایی هستند که معمولا در شهر شما استفاده میشن. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر به اصطلاح باز هم روایاتی که در این زمینه وجود دارد که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که به مدینه اومدن و گفتند که به نظر من از گندم به اصطلاح شام، گندم شام نصف صاعش برابر با 1 صاع خرمای مدینه هست. این خاطر بنابر این روایت که هم صحیح هست، فقهای احناف نظرشون بر این است که صدقه فطر نصف صاع هست، 1 صاع نیست و در صورتی که از گندم بدهند. در روایات که عرض کردم که اگر از یک فردی خرما میدهد یا اینکه جو میدهد، این در واقع تعیین شده حتما، یعنی یا موارد دیگری مثلا کشمش میدهد یا حبوبات دیگری که میدهد، صراحتا در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 صاع ذکر شده. اما در مورد گندم با توجه به روایتی که عرض کردم که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه این رو گفتند که به نظر من نیم صاع از گندم شام مساوی با 1 صاع خرمای مدینه هست، این فقهای احناف این نظر رو برگزیدند و گفتند که صدقه فطر در صورتی که از گندم حساب میکنند، در جایی که بیشتر خوراک مردم گندم هست، نصف صاع از اون حساب میکنند. و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در این زمینه میگوید که
به اصطلاح در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 1 سا بوده، اما مردم الان نیم سا را، یعنی اشاره میکند به همین نظر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه که عرض کردم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله هم این هست که نصف سا هست، یعنی تقریبا یک چیزی حدود 1 کیلو و 250 گرم مثلا از خوراکی به اصطلاح گندم، در صورتی که گندم را محاسبه بکنند. اما اینکه چه چیزی رو باید پرداخت بکنن در مورد به اصطلاح صدقه فطر، همون گونه که عرض کردم اساسا رسول الله صلی الله علیه وسلم اقلام غذایی رو تعیین کردند که خرما هست و جو هست یا موارد دیگری که جز خوراکی های معروف و متداول یک شهر و منطقه هستند. این اولویت دارد، یعنی بهتر هست همون چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین کرده همون مقدار را و از همون اقلام ما پرداخت بکنیم، خصوصا که بسیاری از مردمی که به اصطلاح شاید پول نقد نداشته باشند که بدهند نگرانند که ما پول نداریم الان چه کار بکنیم. خب وقتی پول ندارید بسیاری از مردم کشاورزند، در خونه خودشون گندم دارند، خود گندم را بدهند، یا خرما دارند خرما بدهند، جو دارند جو بدهند، یا برنج تو خونهشون هست از این برنج بدهند، این اولاتر و بهتر است. اما بنابر نظر به اصطلاح فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، با توجه به این که نیاز فقرا و مستمندان متفاوت هست، همشون به خوراکی نیاز ندارند، شاید مثلا کسی به پول نیاز داشته باشه، شاید مثلا گندم در خونه داشته باشند گوشت در خونه نداشته باشند، یا اینکه فرض کنیم که برنج در خونه نداشته باشند، خودشون با تشخیص خودشون بروند و مواردی رو که نیاز دارن تهیه بکنن. نظر فقهای احناف این است که جایز هست که به جای اقلام غذایی پول نقد هم پرداخت بشود و به نظر من هم این نظر یک نظر وجیه و قابل قبولی هست. اما چه زمانی این صدقه فطر را باید پرداخت بکنیم؟ اصلش بر این است که زمان وجوبش عرض کردم قبلا که غروب روز آخر ماه مبارک رمضان هست. آخرین روز ماه مبارک رمضان با غروب آفتاب این صدقه فطر بر شما واجب می شود و بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صبح عید واجب می شود. یعنی این که فرض کنیم اگر کسی شب عید فوت بکند، بنابر دیدگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدقه فطری بر اون در واقع لازم نیست. صدقه فطر رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایتی که در حدیث حضرت عبدالله ابن عباس هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که قبل از نماز عید این صدقه فطر رو پرداخت بکند به عنوان صدقه فطر از ایشان قبول می شود و هر کسی تأخیرش بکند و قبل از نماز پرداختش نکند در واقع یک صدقه از صدقه های معمولی و عادی هست. اما بنابر عمل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه قبل از زمان وجوبش هم جایز است که ما پرداخت بکنیم این رو که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بنابر روایتی که در صحیحین هست ایشون 1 روز یا 2 روز قبل از عید صدقه فطر خودش رو تقسیم میکردن یا به همون عاملانی که به اصطلاح مسئول جمع‌آوری صدقه فطر بودند این صدقه فطر خودش رو میداد. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی حد و مرزی رو قائل نشدن، یعنی قبل از این 1-2 روز هم میتواند که انسان در طول ماه مبارک رمضان میتواند که صدقه فطر را بدهد و این هم از نظر شرعی اشکالی نداره. وقتی که 1-2 روز از عمل حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ثابت است، یعنی این که اجباری حتما نیست که در آخرین روز ماه مبارک رمضان یا در صبح روز عید در واقع پرداخت بشود. قبل از اون هم جایز هست انشاءالله و معجزه هست از عهده شما ساقط می شود که قبلا هم پرداخت بکنیم، با توجه به این که شاید در شب عید ما به فقرا دسترسی نداشته باشیم و تأخیر بشود. و همه علما اتفاق نظر دارند که اگر کسی صدقه فطر را پرداخت نکرد، اگر کسی صدقه فطر را پرداخت نکرد یعنی گذاشت نماز عید انجام شد، نماز عید را خوندن باز هم صدقه فطر را نداده بود، همچنان برگردنش از قبلا عرض کردم که این شکرانه جان و شکرانه زندگی هست، شکرانه سلامتی هست و بر عهده لازم هست. یعنی اگر شما هم در ماه مبارک رمضان صدقه فطر ندادید، روز عید ندادید، بعدش حتما باید این رو پرداخت بکنید، بر ذمه شما هست، قرض هست برگردن شما و واجب هست اینو پرداخت بکنید. اما بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عباس اگر قبل از نماز عید دادید به عنوان صدقه فطر قبول میشه و بعدش یک صدقه عادی هست.
اما صدقه فطر را به چه افرادی باید بدهیم؟ نظر جمهور علمای اهل سنت و الجماعت و مذاهب اهل سنت این است که دقیقاً همان مصارف زکات مصارف صدقه فطر هستند. یعنی به همان افرادی که برای شما جایز هست که زکات پرداخت بکنید، صدقه فطر هم دقیقاً به همان افراد داده می شود. یعنی فقرا باشند یا مساکین. فقرا و مساکین با هم دیگه یک تفاوت اندکی دارند. فقیر یعنی کسی که به صورت کلی یعنی خرج خونهش را هم ندارد، یعنی نیازمند بسیار شدید هست، نیاز شدید داره. اما مسکین کسی هست که نیازش یک مقدار کمتر هست، یک مقدار درآمدی داره اما درآمدش کفایت نمی کند. هم به فقرا جایز هست که زکات بدهیم و همچنین صدقه فطر، و هم به مساکین، کسانی که یک مقدار درآمدی دارند اما درآمدشون کفایت نمی کند. و مورد سوم عاملین هستند، عاملین بر زکات، کسانی که صدقه فطر را جمع آوری می کنند یا زکات را جمع آوری می کنند. و مورد چهارم مؤلفه القلوب هست که این هم یک مورد اختلاف هست که فعلا مؤلفه القلوبی وجود نداره. و همچنین برای آزاد کردن گردن، فرض کنید یک فرد زندانی هست یا به اصطلاح برای آزاد کردنش هیچ گونه اشکالی نداره، میتونیم که صدقه فطر یا زکات رو بدهیم. و همچنین کسانی که مدیون هستند، مقروض و بدهکار هستند، جزء غارمین هستند، این هم یکی از موارد هست. فی سبیل الله یعنی در مورد جهاد، برای هزینه جهاد در راه الله متعال، یکی از زمینه‌های پرداخت زکات و صدقه فطر هست. و همچنین ابن السبیل که هشتمین مورد هست، یعنی مسافری که در راه مانده، گرچه در شهر خودش ثروتمند باشه اما در شهر ما اومده، اینجا فقیر هست، اینجا مال و ثروتی نداره، جایز هست که هم زکات و هم صدقه فطر به این افراد داده بشه. بنابر رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و برخی از علما، فقط صدقه فطر رو فقط اختصاص دادن به فقرا و مساکین، و معمولا هم در جامعه وقتی که مردم میدهند بیشتر به فقرا و مساکین است. اما عرض کردم که از دیدگاه جمهور فقها مصارف صدقه فطر دقیقاً همان مصارف زکات هستند. امیدوار هستم که الله متعال طاعات و عبادات من و شما را در این ماه با برکت بپذیرد و همه من و شما انشاءالله جزء رستگاران باشیم.